بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان، در خصوص این مذاکره ایران آمریکا من یه مطلبی بگم خدمتتون. ببینید، بعد از همپاشیدگی شوروی سابق، کشور اوکراین دارای بزرگترین زرادخانه دنیا را در اختیار داشت. انرژی هسته‌ای، قدرت نظامی، موشک‌های دوربرد و بالستیک و بمب اتم. آمریکا اومد گفت که آقا شما این انرژی هسته‌ای تو، این قدرت بازدارندگی تو بده به ما تضمین میدیم، ضمانت میدیم به شما که از شما، از مرزهای شما حمایت میکنیم، دفاع میکنیم. نتیجه اون حمایت، نتیجه اون توافقنامه رو ما الان در کف خیابونهای اوکراین داریم میبینیم. کشوری به اون قشنگی تبدیل شده به یک ویرانه. آخر سرم رئیس جمهورش رو میبرن تو کاخ سفید، اونجوری مثل بچه یتیم میزنن تو سرش. خب و اما تاریخ کشور ما وقتی رجوع میکنیم به گذشته خودمون، میبینیم که در طول تاریخ ما به هیچ کشوری حمله نکردیم. همیشه با همسایگان خودمون با محبت برخورد کردیم، مدارا کردیم، ولی همیشه مورد هضم کشورهای همسایه و کشورهای دور قرار گرفتیم. از این کشورهای حوزه خلیج فارس گوگلی بگیر، خب پرتغال و نمیدونم فرانسه و انگلیس و روسیه هم که جای خودش همیشه مودماغ ما بوده. بعد خب وقتی اینا رو ما داریم میبینیم، ما چرا نباید قوی باشیم؟ ما چرا قدرت نظامی قوی نداشته باشیم؟ ما چرا انرژی هسته‌ای نداشته باشیم؟ ما چرا موشک‌های بالستیک دوربرد نداشته باشیم؟ ما چرا موشک‌های نقطه زن نداشته باشیم؟ ما چرا اصلا بمب اتم نداشته باشیم؟ اگر بمب اتم بده، برای همه بده. بابا یکی از انبارهای اسرائیل برای نابودی کل دنیا کافیه. این همه بمب اتم برای چی ساخته؟ برای استفاده کردن دیگه، برای قتل دنیا، برای نابودی دنیا ساختن دیگه، برای دکور که نساختن اینا رو. خب چرا یکی نیست بیاد بگه آقای اسرائیل شما اول این بمب اتم رو نابود کن، ما هم چشمون، ما هم نابود میکنیم، ما انرژی هستیم رو نابود میکنیم، اصلا میریم عصر حجر زندگی میکنیم، مشکلی نیست. ولی شما اول خودت رعایت کن. آقای آمریکا، شما بودی که در کل دنیا شما تنها کشوری هستی که از بمب اتم استفاده کردی، اونم نه یک بار، دو بار. برای نابودی 2 تا شهر ژاپن شما از بمب اتم استفاده کردی. حداقل تو یکی نمیتونی بیای بگی از بمب اتم استفاده نکنید و انرژی هستی و فلان و بهمان. ببینید اینا سیاستشون اینه. اینا میگن ما اول میایم انرژی هستی ایران رو میگیریم، توافق میکنیم، بعد از قدرت نظامی خودمون استفاده میکنیم، فشار میاریم، انرژی هستی نابود، پلمب. بعد مجددا شما مطمئن باشید 1 ماه نشده میان میگن آقا در خصوص موشک‌های بالستیک هم باید توافق کنیم. موشک‌های بالستیک شما بردش 2000 کیلومتر، باید بیاره زیر 300 کیلومتر، باید بیاره زیر 70 80 کیلومتر، 100 کیلومتر. اینو شما مطمئن باشید. بعد به اینم بسنده میکنن. بعد میان میگن آقا سپاه پاسداران، حافظ امنیت مرز این مملکت باید ادغام بشه با ارتش، مثل حزب اللهی که الان فشار آوردن، گفتن که باید با ارتش لبنان باید ادغام بشه. خب ببینید وقتی قدرت بازدارندگی ما رو، موشک‌های ما رو، بعد امنیت ما رو، امنیت مرزهای ما رو ازمون گرفتن، شما مطمئن باشید اون موقع ما در داخل کشورمون امنیت نخواهیم داشت. ما میتونیم به اوکراین دوم تبدیل بشیم، شما شک نکنید. ما میتونیم به غزه سوریه دوم تبدیل بشیم. ما الان مگه تو سوریه هستیم؟ چرا زن و بچه مردم رو میکشن؟ اگر ما غزه هستیم، اگر حزب الله مگه تو غزه است، حماس مگه تو غزه است که اینا دارن زن و بچه و صغیر و کبیر مردم اونجا رحم نمیکنن، شبانه روز دارن بمباران میکنن و همه ما داریم میبینیم اینا و دنیا سکوت کرده در مقابل این گردن کلفتی و جنایت اسرائیل و آمریکا. این درد مملکت ماست. ما نباید به راحتی بخوایم فریب حرفای ترامپ رو بخوریم و بیایم سر قدرت بازدارندگیمون، انرژی هستیمون و فلان بهمان. ما نباید مذاکره کنیم. مذاکره به قول راه داره، روش داره، یکی بدی یکی بگیری. خب ما انرژی هستیمون رو میدیم، شما چی میدی به ما؟ اصلا چه تضمینی هست که اون چیزی که شما میدی بعدا نزنه زیرش؟ خب تو که یه آدم گردن کلفت و قاتل جانی هستی دیگه، امضا مینویسی، اصلا چه تضمینی هست که اون امضا فردا پای اون امضا وایسی؟ ما یه بار که در واقع امضا کردیم، ما توافق کردیم، ما انرژی هستیمون رو بتون ریختیم، پلم کردیم، شما 2 روز بعد اومدی همه رو پاره کردی. به خاطر همین مردم باید مراقب بود. من نمیدونم، حالا مسئولین کشور بهتر از ما میدونن، ولی این مسئله منو نگران کرده و من با توافق اصلا مشکلی ندارم، ولی توافقی که یک جانبه باشه، توافقی که اونا با گردن گلفتی از تاقچه بالا به ما نگاه کنن و با اهرام فشار از ما امضا بگیرن، من آینده خوبی برای این توافق نمیبینم. یا علی.